حدیث 11 در صفحه 80 از این کامل الزیاره، خوب این حدیث رو بخونم. میگه برادرم علی ابن محمد ابن قلوبه از احمد ابن ادریس ابن احمد از عمران ابن موسی از حسن ابن الموسی الخشاب از علی ابن حسان از عمویش عبدالرحمن ابن کثیر از ابی عبدالله وی میگوید از امام صادق شنیدم که به ابی حمزه سمالی، ابو حمزه سمالی از شخصیت های بزرگی دعای ابو حمزه سمالی، میفرمود ای ابا حمزه آیا شاهد بودی عمویم شب خارج گردید؟ ابا حمزه گفت بله. حضرت فرمود آیا وی در مسجد سهیل نماز گذارد؟ ابو حمزه گفت مسجد سهیل کجاست؟ شاهد مقصود دا مسجد سهله؟ حضرت فرمودن بله. پس نشون میده یکی از اسمای مسجد سهله مسجد سهیل. حقا اگر وی یعنی عموی امام صادق که زید ابن علی ابن حسین در اون مسجد 2 رکعت نماز میخون، سپس از خداوند پناه میخواست، حق تعالی او را برای 1 سال پناه میداد. ابو حمزه محضر مبارکش عرض کرد پدر و مادرم فدایت شوند، این مسجدی که توصیفاتش را بیان فرمودین آیا مسجد سهله دیگه؟ دوباره باز ابهام برا شده. حضرت فرمودن بله، در آن مسکن و منزل حضرت ابراهیم بود. از ابراهیم اونجا زندگی میکرد که از آن به طرف امالقه میرفت. امالقه یه جمعی بوده تو تاریخ خوردن، یه طایفه‌ای بودن، آدمای قد بلندی هم بودن و لجوج هم بودن. حضرت ابراهیم حرکت میکرد میرفت اینها رو هدایت بکنه و ایشان را ارشاد میفرمود. و نیز در آن منزل ادریس هم است که در آن به خیاطت یعنی خیاطی، ادریس خیاط بوده و دوزندگی اشتغال داشت و همچنین در آن استراحتگاه سواران و سنگ سبزیه. حالا این احتمالاً در قعر زمینه، به چه صورته حضرت خبر غیبیه فرمودن در اونجا یه سنگ سبزیه که در اون صورت و تماثیل تمام انبیا نقش بسته شده. زیر زمینه. بله، اگر روی زمین بود که میدیدیم، ما رفتیم ندیدیم. خب و در زیر این سنگ گلیست، تینتیست. حالا این جالبه که خداوند عزوجل انبیا رو از اون آفریده و از این مکان و به منزل معراج صورت گرفته. در مورد تینت اگه یادتون باشه ما تینت رو توضیح دادم، یک تینت علیین داریم، یک تینت سجین داریم. خداوند تمام کفار رو از تینت سجین خلق کرده و اهل بیت عصمت و طهارت و انبیا رو جسدشونو از علیین خلق کرده، روحشونو از فوق علیین خلق کرده، روح مؤمنین و شیعیان هم از علیین خلق کرده که اینو یادم یه جلسه بحث رو داشتیم. حالا اینجا میگن زیر اون سنگ سبز همون تینتیه که خداوند عزوجل انبیا رو از اون آفریده، یعنی ابدان انبیا در ارتباط با اوست و از این مکان و به منزل معراج صورت، از اینجا پیامبر عروج کرده، معراج رفته و آن مکان به فاروق اعظم نامیده شده. فاروق این جدا کننده حق از باطل. و آن محل عبور و مرور مردم به طرف محشره، مثلا قیامت، و از کوفه محسوب میشه و دمیدن در صور در همین مکان واقع میشه. ببخشید، و دمیدن در سور، این چیه؟ اون سوری که اسرافیل میدمه که تمام مردم میمیرن، سور بعدی جوری میشه که اینها زنده میشن، میگه در ارتباط با این مسجد سهله، دمیدن سور. و از همین مکان به محشر راه پیدا شده و 70,000 نفر محشور گشته و از همین مکان به طرف بهشت بدون حساب رهسپار گردیده و داخل آن میشوند. ایشان کسانی هستند که حق تعالی آنان را رستگار نموده و نعمتهایش رو بر اونها مضاعف کرده. ایشان در ورود به بهشت بر یکدیگر سبقت و پیشی میگیرند. رستگاران و امیدواران به رحمت حق بوده، دوست دارن فخر و
تکبر را از خود دور کنند. ایشان کسی هستند که عدل حق تعالی آنها را از ملاقات پروردگارشان ترسان و خائف نموده. این نکته خیلی جالبیه تو این حدیث. اینا اشاره فقط میکنم، یادم نمیدونم توی جلسه گفتم یا تو کلاس دیگه، میگن شما باید خدا بترسی. میگه چرا باید خدا بترسی؟ خدا به این مهربونی به خوبی ترس نداره که، به چی باید خدا بترسی؟ سوال میشه دیگه. خدا باید بترسی، تو روایات فراوون بوده، زیاد در نصوص دینی ما زیاد داریم که خدا باید بترسی. خب این چه ترسی؟ چرا باید بترسی؟ چیه خدا باید بترسی؟ من تشبیهی که میکنم اینه، میگم گاهی وقتا شما یه دوستی داری قاضیه، این خیلی آدم خوبیه، قاضی عادلی هستش، خیلی هم باهاش دوستی، خیلی هم مهربونی، ازش نمیترسی. اما وقتی که تو یک جرمی انجام دادی کارت میفته چی؟ این دادگاه این بابا، شعبه این بابا، میدونی اینم دوست و دشمن سرش نمیشه، عادله. وقتی که میاد میخواد ازت سوال بکنه و حکم بده، ببینی دست و پاهات داره میرزه، میگه تو که با این رفیق بودی که باهاش بیرون میرفتی، میگه نه من عدالت این میترسم. دقت بفرمایید اینجا توی روایت دلیل ترس رو گفته. مثال زده بله میگه ایشان کسانی هستن که عدل حق تعالی آنها را از ملاقات پروردگارشان ترسان و خائف میکنن. ما از چی باید دیدن؟ عدل خدا که موی از ماست خداوند بشه. دیگر از اوصاف ایشان آن است که در طاعت و فرمانبرداری حق شتاب نموده و طریق عمل را پیش گرفته و میدانند که خداوند متعال با آنچه انجام میدهد بصیر و آگاه، حسابی برایشان نبوده چنانچه عذاب و مؤاخذه متوجه ایشان نمی باشد. خب حساب کتاب مال کی؟ حساب کتاب مال آدم فاسق و فاجر و گناهکار دیگه. اینا از همین ماجرایی که سور اسرافیل اینجا دمیده میشه، از همینجا هم وارد بهش میشن همشون. اینا که حساب کتابی هم ندارن. بعد فهمیدن این مکان، از ویژگی‌های این مکان کینه رو از دلها برده. از ویژگی‌هایی که نسبت به مسجد سهله داشتن، میگه که اینجا بری اون کینه‌ای که نسبت به مؤمنین داری و مسلمان‌ها داری رو از بین میبره. این داروییه. گاهی وقتا میگن در علم روانشناسی مثلا فرض بکنید که طرف یه حالت روحی داره، یه دارویی بهش میدن این فروکش پیدا میکنه، یا مشاوره‌ای داره برطرف میشه. فرمودن که این مکان مسجد سهله کینه رو از دلها میبره و مؤمنین رو از هر گونه آلودگی پاک میکنه و از وسط آن کوه اهواز، در برخی نسخ اهوان ضبط شده، رد شده و روزگاری بر آن گذشته که در طی آن این مکان معمور و آباد بوده. قبلا اینطوری بوده، تغییر پیدا کرده، این نقطه به این صورت در اومده.